کاملجان 10 ساله چند است از خوردنی‌های دوست داشته‌اش از جمله رولتون و خودک در کوچه و مکتب محروم است. او حالا جدا تحت نظارت مادر و مادر بزرگ قرار دارد و بیشتر از خوراک‌های شیری و در خانه آماده شده استفاده می‌برد. وقتی دست بخورم گشنم میمونه. بعد از کجا می‌خرید؟ اینجا می‌خرم، از تلاوی می‌خرم. چی می‌خوری از تلاوی؟ تلاوی شوربا. مقدس کریمو و مادر کلان کاملجان میگوید محض بعد استعمال رولتون و غذاهای دیگری که در نقطه‌های نزد مکتبی در شرایط غیر سانیتری فروخته میشوند، نبیرش به بیماری‌های عضوهای درونی گرفتار شد. بسیارتر همون خوددوگ میگویم، همون در نان و کلبسه کرده میکنن، همون کودکو بسیار نقص میبینن. بعد من این رولتون میگویم، رولتون خودش آب نکرده میخورن، از همون بسیار طلبات من کرده گیم که چیزی نخورن. برای همون یک دو بار همین خیلی حادثه شد که از همون رولتون کسل شد میگویم خودم که همین. بیبی کاملجان حالا خوشحال از آن است که شروع از ماه سپتامبر مکتب رقم 1 در ناحیه رودکی مؤسسه‌ای که کاملجان در آن تحصیل می‌کند به برنامه غذای مکتبی سازمان جهانی آذوقه شامل می‌شود و بیش از 1000 کودک در این مکتب با خوراک گرم و سالم تأمین خواهند شد. کم بودن، تجهیزات‌های کهنه بودن. خیلی همه تجهیزاتی نو آوردن. خیلی حوزه کارمون آسان شده، 3 تا پلیته داریم. و کدامش چیز شوه میکنیم. اینا دخوبکای نومون آوردن. خلدیلنی. این استولای نو آوردن. آشپزهای مکتب نه تنها صاحب آشخانه زمانوی شدند بلکه صاحب دستورالعمل مخصوصی هم شدند که در آن طرز تیار نمودن ده‌ها خوراک سالم و مهم برای نورسان پیشنهاد شده است. توسط این برنامه و کمک نهادهای دیگر در حال حاضر 376,000 کودک در 2000 مکتب در دهات جایها با خوراک گرم تأمینند. Well, at the moment we are providing food only to 2000 schools. در این زمان ما حدود 2000 مکتب رو با غذای مکتبی تامین میکنیم. But there are about 2000 more without a school meal program. این در جمله با بغیر نمید فراگرفته ما مقداری با حدود مشکلات زیاده از 2000 دیگر با مکتب‌های عمومی هستند که دیگر که در جمع کار نمیکنیم و که خوراک تامین نمیکنیم. And we are doing this thanks to the support, the financial support of the Russian Federation. البته این ما همین چیزی که ما در این زمان میکنیم با دستگیری مالیوی مبلغداری سخاوتمندی حکومت روسیه میباشد. برنامه غذای مکتبی سازمان جهانی آذوقه سال 1999 با هدف جلب کودکان به مکتب شروع به کار کرده است. بعد سالهای جنگ شهروندی به گفته متخصصان محض این برنامه توسط پیشنهاد خوراک رایگان باعث شد تا شرکت خوانندگان در یک سال از 60 تا 90% زیاد شود. اما مشکل در سالهای اخیر باعث نگرانی متخصصان و هم والدان است. پیشنهاد غذاهای ناسالم در گرد و اطراف مکتب و باغچه‌ها بر نورسان و خردسالان است. کودکان میفهمند نه. بعد ما با خود همین راهبر سوم مراجعت کردیم. خود راهبر سوم هم یک نقشه تربیتی درست دارن. همون به واسطه با یک جایی تشکیلاتی جانشین دیگه با کاری تربیوی ما همین کار رو بررسی کردیم. در نقشه کاری تربیوی همین راهبر سوم موضوع پیشگیری کردن حالت سانیتری گینی هست. پژوهش‌ها معین کردند که غذاهای غنی و سالم خاطره کودک را مستحکم کرده به رشد ذهنی و جسمانی آنها مساعدت می‌کند. یک تحقیقات طبی دموگرافی در سال 2013 معلوم کرده بود که از میان بیشتر از 1 میلیون کودک در کشور 300,000 نفر یا از یک حصه کوتاه قدند و یک سبب اساسی آن استعمال غذای نامناسب و کم ویتامین است.